سلام آقا. سلام. سر کلاس کلا نداریم ما. بردار کلاتو. سلام آقا، براتون هدیه سلام گرفتم. عزیزم. مرسی پرام جان. لطف کردی. سلام آقا، من چاپلوس. برو بابا. خب بچه‌ها من میرم لیست حضور غیابتون رو از دفتر بگیرم. لطفاً شلوغ نمی‌کنید. چیزی هم سر کلاس نمیخورید تا برگردم. آقا پرهامم مبصرتون هستم. چاپلوسی اینا هم داره دیگه، مبصری و من برمیگردم. مگه ندیدی معلم گفت هیچی نباید سر کلاس به بخوریم؟ نظر من اهمیت داره. ای؟ آدم فروشی هم به چاپلوسی خودشونید اضافه کن پرام علی. ببینم عکسمو. فکر نگرفتم؟ گنگ. خب. اون چی بود قایم کردی؟ چی؟ آقا اجازه داشت پفک میخورد. نه آقا. آقا ازش عکس گرفتم. گوشی آوردی مدرسه؟ آقا همین تو رو الان خدا. واسه جمع می‌کنی پرهام؟ میری در دفتر. براتون هدیه همین که آوردم. گفتم. تو هم دفعه آخرت باشی چیزی می‌خوری سر من کلاس. اصلا نمیرم در دفتر. چه گو خوری ها؟